سلام دوستای خوبم. امروز براتون طرز تهیه کیک یزدی خیلی خوشمزه و خوشباف با یه طعم نوستالژی آوردم. امیدوارم درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. برای شروع 2 تا تخم مرغ بزرگ یا 3 تا تخم مرغ متوسط رو توی ظرفمون میشکنیم. 180 گرم شکر رو بهش اضافه میکنیم و با دور متوسط همزن شروع به هم زدن میکنیم. برای درست کردن کیک و شیرینی حتما از شکر دونه ریز استفاده کنید. اگه شکرتون دونه های درشت داشت میتونید توی آسیاب بریزید و یکم دونه هاش رو ریز کنید. یه قاشق غذاخوری هل هم به موادتون اضافه کنید. پودر هل دورگیری حتما انجام بدید، فراموش نکنید وگرنه کیکتون بوی زخم تخم مرغ میگیره. مواد رو به هم میزنیم تا جایی که حجم تخم مرغامون 2 برابر بشه و به این بافتی که میبینید برسیم. بعد از اون وقت اضافه کردن 150 گرم روغن مایع و 120 گرم ماست پرچرب هستش. 30 گرم گلاب رو هم به موادمون اضافه میکنیم. همچنین باید از شربت بار یا عسل برای خوش رنگ شدن کیک یزدی استفاده کنیم. ولی من از یه قاشق غذاخوری زعفرون استفاده کردم. حالا وقت اضافه کردن مواد خشکمون هست. 300 گرم آرد رو و 1 دوم قاشق غذاخوری بیکینگ پودر رو از الک رد میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. و با همزن به هم میزنیم. من از همزن دستی استفاده کردم ولی خیلی بهتره که از ویسک استفاده کنید. مواد رو تا جایی به هم میزنیم که به یه بافت به یک دست برسیم و سعی کنید که مواد رو در یک جهت به هم بزنید که باعث میشه بافت کیک بهتری داشته باشید. حالا میتونیم توی این مرحله موادمون رو به مدت 24 ساعت به یخچال منتقل کنیم و اجازه بدیم موادمون سرد بشه. ولی من چون عجله داشتم 1 ساعت بیشتر به موادم استراحت ندادم. موادمون باید کاملا سرد باشه. توی قیف خالی میکنیم و کاغذهای کیک یزدیمون رو توی قالبی که مورد نظرمون هست میذاریم و از مواد توش پایپ میکنیم. بعد از اون با کنجد، خلال بادام یا حتی پودر پسته تزیینشون میکنیم. من چون میخواستم خیلی نوستالژی باشه از کنجد استفاده کردم. فرمون رو از قبل میذاریم به مدت 20 دقیقه با دمای 180 درجه فر گازی و 165 درجه فر برقی گرم بشه. قالبامون رو به مدت 25 دقیقه توی فر میذاریم. وقتی که تایم پخت کیکمون تموم شد حتما شعله بالای فر رو هم روشن کنید و اجازه بدید به مدت 3 تا 4 دقیقه کیکتون حتما طلایی بشه. به یه همچین بافت خوبی از کیک یزدی میرسیم و یه طعم کاملا بی‌نظیر. امیدوارم درست کنید، از طعمش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. نوش جونتون.